طالبان با ترامپ: ما اشرف غنی نیستیم که هر دستور شما را اجرا کنیم. دیدار مخالفان طالبان با ISI. تشبیه حملات مقامات با پتاقی. بیننده و شنونده رخداد نیوز هستید و اکنون توجه کنید به تازه ترین رخدادی که به دست ما رسیده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره پسگیری پایگاه بگرام و جنگ افزارهای برجامانده این کشور در افغانستان این خواسته را خواب و خیال خواند. مجاهد ادعای ترامپ مبنا بر کنترل بگرام توسط چین را رد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز دوشنبه در برنامه‌ای در ایکس به تحولات جاری در افغانستان پرداخت. مجاهد کنترل بگرام توسط چین را رد کرد و گفت این پایگاه در اختیار نیروهای امارت اسلامی است. وی تاکید کرد افغانستان مستقل است و خاک خود را در اختیار هیچ کشور قرار نمی‌دهیم. بگرام در اختیار نیروهای خود ماست، نه چین. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اخیراً گفت که پایگاه بگرام در اختیار چین است، اما سخنگوی طالبان گفت گرفتن بگرام خواب و خیال است. آمریکا هم این خیال را از سر دور کند. او در خصوص پسگیری جنگ افزارهای آمریکایی از طالبان نیز گفت این اسلحه به عنوان غنیمت گرفته شده و از آن برای دفاع از استقلال و نظام اسلامی استفاده میکنیم. وی به آمریکا هشدار داد و اظهار داشت ما اداره اشرف غنی نیستیم که هرچی امر کنید همون طور عمل کنیم. مجاهد مدعی شد که مداخله غرب در امور افغانستان روز به روز بیشتر می شود و گفت آنها دستشان به ما نمی رسد، اما تبلیغات می کنند برای آنها فراموش کردن شکست آسان نیست. با این حال سخنگوی طالبان اظهارات دونالد ترامپ را انتخابات خواند و گفت که ترامپ اکنون به قدرت برگشته و کم کم سرش خلاص می شود. دیدار مخالفان طالبان با ISI. سخنگوی طالبان به گزارش ها درباره دیدار رهبران جهادی در ترکیه با نمایندگان سازمان استخبارات پاکستان نیز واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد اظهار داشت که اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهد برخی رهبران گذشته در ترکیه با نمایندگان ISI دیدار کردند. او گفته که این چهره ها که 20 سال طالبان را به وابستگی به پنجاب متهم می‌کردند حالا خودشان به ISI تعهد می‌سپارند. ادامه داد که این افراد با حمایت استخبارات غرب نتوانستند کاری از پیش ببرند. حالا فکر میکنند با حمایت ISI میتوانند برگردند. او تکرار کرد که این خواب و خیال است. شورای مقاومت برای نجات افغانستان هر گونه دیدار با نمایندگان ISI را رد کرده است. تشبیه حملات مقامات با پتاقی. سخنگوی طالبان ادعای جبهات مقاومت درباره هدف قرار دادن نیروهای طالبان را تبلیغات رسانه‌ای توصیف کرد و گفت که ممکن است پتاقی را حمله بخوانند. جبهات مخالف طالبان به طور مرتب از حمله به نیروهای طالبان در کابل و برخی ولایات افغانستان خبر دادند، اما مجاهد این حملات را کم اهمیت جلو داد. او در واکنش به گزارش ها درباره افزایش نگرانی ها تاکید کرد امنیت بی‌نظیری در افغانستان برقرار است. نیروهای امنیتی کوچکترین حرکت مخالف را سرکوب، بازداشت و حتی در مواردی به قتل می‌رسانند. با اشاره به گزارش ها درباره اوضاع متشنج در کشور به ویژه در پایتخت، از نیروهای این گروه خواست که ورخطا نشوند و شکار تبلیغات رسانه‌ای نگردند. این بود تازه ترین رخداد امروزی. تا رخداد بعدی شما را به الله یکتا می‌سپاریم.